بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چهارمین قضیه یا مقدمه یا مطلب از مبادی دهگانه که پیش ذکر شد، ان مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم والاستمداد وحكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اکتفى ومن در الجميع حاز الشرف. پس چهارمین قضیه از او مبادی دهگانه نسبت از علم هست که به کی میشه. نسبت از علم مراد که پسان در قضای دیگه به نام واضع ما میخوانیم که واضع از علم کی هست. در اونجا سرش بحث تفصیلی تقریبا میشه و تکرار باز میاد. در اینجا سر واضحش همه قدر میگیم که علم من حیث یک علم مستقل در عصر پیغمبر علیه السلام نبود، صحابه نبود، تابعین نبود، پسان در قرن دوم و سوم هجری ظهور کرد که اولین کسی که در علم کی نوشته کرده کتاب انشاءالله در واضح از علم بعدی میخوانیم. قضیه پنجم از این مبادی دهگانه فضل یا فضیلت علم هست که فضیلت علوم قرآن یا اصول تفسیر چی هست. و نسبت و فضله، و نسبت علم با کی میشه که گفتیم، و فضلش فضیلتش چی هست. حاجت به بحث طولانی علما میگه که در این مورد نیست، به خاطر که فضیلت و مرتبه هر چیز برمیگرده به فضیلت و مرتبه موضوع از علم. پس موضوع از علم چی بود؟ قرآن بود. فضیلتش هم همه قدر هست. تفسیر در عالی‌ترین مرتبه تمام علوم قرار داره، در بلندترین مرتبه تمام علوم قرار داره علم تفسیر. مثل که در کتاب تعریفات جرجانی یادم است ما اوجا خوانده بودم، درباره اوجا هر علم معرفی میکنه که علم خاصتا به کسایی که بخواه با امتحانای کانکور یا بروان. تعریفات جرجانی مختصر کتاب از هر علم اسم تعریف و موضوع و غرضش بیان کرده، مختصر به نام تعریفات جرجانی. تعریفات عربی شما است، فارسی شما است. در اون میگه که علم بود قرآن و حدیث، هر که غیر از این دانت شود خبیث. همت یک چیش گفته بود، یک بحثه که از یک کسی از یک عالم چندان شعر مطلوب نبود که ما بگیم که او را 100% بگیم که غیر قرآن و حدیث. البته ایست که در رأس تمام علوم شک نیست که علم تفسیر قرار داره. علم تفسیر قرار داره به خاطر که شرف هر علم برمیگرده به شرف موضوعش. و موضوع تفسیر چی هست؟ یا موضوع علوم قرآن خود قرآن هست. پس وقتی که موضوعش عزیزترین شریفترین چیز هست که کلام الله هست، فضیلتش همی هم. ما در فرق قرآن با حدیث قدسی قبل از تفریح بیان کردیم، چندین فرق را 8 یا 9 فرق را گفتیم. و یکی از فرقاش همی بود که این قرآن تلاوتش عبادت هست. عبدالله بن مسعود میگه من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها. کسی که یک حرف از قرآن را آموخت بر از او یک نکی هست و یک نکی به 10 نکی حساب میشه. ولا اقول الف لام میم حرف، من نمیگم که الف لام میم یک حرف است، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. حدیث ترمذی آورده. بلکه لامش حرف، الفش حرف است، لامش حرف است و میمش حرف است. پس در یک الف لام میم 30 نکی میشه. 30 نکی. الف 10، لام 10، میم 10. حتی که شیخ علی القاری رحمه الله در شرح مشکات میگه که
در شرح از این حدیث میگم من میگم که از این الف لام میم 90 نیکی میشه، به خاطر که پس الف از 3 حرف دیگه جور شده و لام از 3 حرف دیگه جور شده و میم از 3 حرف دیگه، 3 ضرب 30 90 میشه. پس میگه با یک الف لام میم گفتن الله به تو چند نیکی میته؟ 90 نیکی میته جواب، 90 نیکی میته. خواهر عزیز، برادر عزیز، پس فضیلت از این علم، شرف از این علم معلوم دار هست که عبادت هست. قرآن هست و قرآن کتابی هست که حتی نماز بدون از این نمیشه. این قضیه پنجم و ششم بود. قضیه هفتمش از این مبادی دعگانه که پیش ذکر شد نشأت علوم قرآن هست. نشأت علوم قرآن هست که قرآن چه وقت نشأت نموده. علما نقل میکنن که اولین کسی که در علوم القرآن کتاب نوشت محمد ابن خلف مرزبان هست. محمد ابن خلف مرزبان هست که در سال 309 هجری وفات کرده. اولین کسی که در علوم القرآن کتاب نوشت مستقلانه محمد ابن خلف مرزبان هست. کتابش به نام الحاوی فی علوم القرآن هست. الحاوی فی علوم القرآن. همین قسم دیگه علما هم کتابهای نوشته از این پیشتر، مثل ابوالحسن اشعری که ما در عقیده که به نام اشعری‌ها میگیمشان، ابوالحسن اشعری، او کتاب نوشت به نام المختصر فی علوم القرآن که در سال 324 هجری وفات کرده. خب معلوم نیست، علما میگه که کتاب طبع شده یا نه. کتابش طبع شده نشده والله اعلم معلوم نیست. قضیه هشتم از این مبادی دهگانه اسم علوم قرآن هست. اسم علوم قرآن هست. اسمش معلوم دار است. نام علم به نام علوم قرآن کریم هست و هم نام دیگه از این علم شریف را علما به نام اصول التفسیر میگن و همین قسم به نام قواعد تفسیر میگن. این کل اسمای هست، نامهای هست که بالای از این علم شریف اطلاق میشه. به نام قواعد تفسیر، اصول تفسیر، علوم القرآن، علوم التفسیر همش هست. مثل شیخ طوفی بطاه هست. این نوشته کرده کتاب به نام الاکثیر فی علوم التفسیر. الاکثیر بثا و قصد ای بیان علوم قرآن هست. و یا هم کتاب حافظ ابن تیمیه رحمه الله مقدمه فی اصول التفسیر. امی قسم علمای دیگه هم دی کتابای نوشته کردن به نام اصول التفسیر، مثل که ما گفتم شاه ولی الله دهلوی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، فارسی کتابش است. خورترک بسیار خوب جامع هست و زیاد از اونها دارم. قسم امام ندوی ابوالحسن ندوی هم به نام علوم القرآن کتاب مختصر داره در اصول تفسیر. همین قسم دیگرها هم دارن الحمدلله. تا این وقت منال قطانه گفتیم که داره، صالح السبحی را داره و اگر خدا خواست انشاءالله العزیز که اگر الله یاری کرد یک نوشته مختصر در 3 جلد مدعی کردیم تا چاپ نشده، با چاپ برابر است، چاپ نشده، به نام جلوه های از علوم تفسیر یا علوم القرآن که 3 بخش داره. یک بخشش همین مباحث مقدماتی هست در علوم القرآن، بخش دومش مقاصد قرآن کریم است و بخش سومش که ما او را جمع کردیم مختصر و ربط و خلاصه تمام سوره ها از سوره فاتحه شروع تا سوره الناس است و حدود تقریبا در ایفور که نوشته شده حدود 1000 صفحه میشه انشاءالله. اگر خدا خواست کدام وقت دعا کنیم که الله توان بتا چاپ شد انشاءالله که یک خزانه علمی بر ما هم خواهد شد به خاطر ذخر آخرت انشاءالله شد. قضیه هشتم از مبادی دهگانه از این علم استمداد علوم قرآن هست. استمداد
طلب کمک کردن. این علم شریف از چی کمک میگیره؟ چشمه کمکش چی هست؟ برق برا الحمدلله UPS هست به ما که برق میده. اونجا یک مرجع هست، بطری است، برق است که به ما روشن کرده. پس همین علوم القرآن یا اصول تفسیر از کجا کمک خود میگیره؟ از کجا کمک خود میگیره؟ استمداد یا مرجع کمک از چی است؟ پس قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم هست. استمداد از علم، چشمه از علم قرآن کریم هست و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم هست. یا آیات قرآنی هست که این مباحث بر ما شرح میکنه، مثل اسماء و صفات قرآن که گفتیم، هر کدام اسمش یک آیه از قرآن بود، هر صفتش یک آیه از قرآن بود. امی قسم وقتی که میگیم این ناسخ هست یا منسوخ هست، آیات قرآنی هست. و وقتی که میگیم که این چی معنا داره آیت، پیغمبری را چی معنا کرده، درست؟ پس امی قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم هست. بعد از این در قدم سوم اقوال صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین می باشه و امی قسم دیگه اقوال سلف صالح، تابعین، تبع تابعین، ائمه، از جمله چیزهایی است که علم شریف از او کمک میگیره. نهمین قضیه از این مبادی دهگانه حکم تعلم، یعنی آموختن علوم قرآن یا اصول تفسیر هست. حکمش چیست؟ حکم تعلیم قرآن فرض کفایی هست. یکی ما فرض یا واجب عینی داریم و یکی هم فرض یا واجب کفایی داریم. پس وقتی که یک جمع الحمدلله در اینجا جمع شدیم، قلم و کتابچه گرفتیم و می نویسیم علوم قرآن، در اینجا در مسجد آمدیم برای 2 ماه 2 ماه تفسیر، از گردن دیگران خلاص شده. همش مثل نماز واجب نیست که هر فرد باید بخونه، یا مثل دانستن علم فقه که فرض کفایی یا واجب کفایی هست. شرط نیست که هر دکاندار بفهمه که فرض چی است یا فرایض وضو از کدام آیه گرفته شده، فرایض نماز چند تا هست، باید بفهمه. خوب شکل علمی و مسلکی نه. پس علوم قرآن که به شکل مسلکی خوانده میشه، این فرض کفایی است یا واجب کفایی است. چند نفری که به این مشغول شدیم، از گردن باقی امت خلاص هست. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قضیه دهم، الحمدلله، قضیه دهم از مبادی دهگانه علوم قرآن مسائل مربوط به علوم قرآن هست. مسائل مربوط به علوم قرآن هست و همه میدانیم که مسائل مربوط به علوم قرآن همان عناوین هست که علوم قرآن از او بحث میکنه، که ما در تعریف علوم قرآن امروز در خط اول ذکر کردیم. هو العلم بالابحاث المتعلقه بالقرآن من حيث اسباب نزوله ومعرفة ناسخه ومنسوخه وجمع قراءته وما الى ذلك. اسباب نزول مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، قصص و امثال، اعجاز قرآن کریم و غیره. اعجاز نکته‌ای که ما در انشاءالله در آیات قرآن وقتی که با تفسیر شروع بکنیم، یکی از اون میزه های تفسیر ما در مسجد دایی جامعه است که چون عصر ساینس و تکنولوژی هست، دایی عصر بهترین منطق، علم منطقی که ما باید یاد داشته باشیم، او منطق اعجاز علمی قرآن هست. هر عصر فرق میکنه. زمانهای سابق همی بود که علما را الله خیر بده، الله قبرهایشان را منور بسازه، به خاطر همی که شبهات منکرین قرآن را، منکرین توحید رد بکنن. اونا کتابای منطق یا علم منطق اساس گذاری کردن، نوشتن.
صغرا و کبرا جور میکردن، حد اوسط جور میکردن. اما در این عصر کسی به این دلایل امرای چندان قانع نمیشه. بهترین دلیلی که یک منکر قرآن، منکر وحی، سیکولار، مستشرق را تو قرائت بیتی اعجاز علمی قرآن هست. قرآن که 1400 سال پیش، 1500 سال پیش در زمان نزولش از چیزی خبر میده که 1,500 سال بعد او را ساینس کشف کرده، علم امروز کشف کرده. پس این خود دلیل به ثبوت قرآن هست نیست؟ هست. شق قمر مسئله جنین، طفل در شکم مادر، امروز طب میگه که بعد از 120 روز یا امو 4 ماه که مکمل شود طفل زنده میشه در شکم مادر. اما او وقتی که نه هایدروسان بود، نه معاینه تلویزیونی بود، نه لابراتواری بود، پیغمبر علیه السلام میگه که ان احدکم لیجمع فی بطن امه 40 یوما نطفه، یقینا هر کدام شما در شکم مادرتان 40 روز نطفه هستین. ثم یکون علقه مثل ذلك، 40 روز باز علقه میشین، خون لخته هستین. ثم یکون مضغه مثل ذلك، باز 40 روز دیگه گوشت جویده شده هستین. ثم یرسل الیه الملک، باز ملک فرستاده میشه. فینفخ فیه الروح، روح در شکم مادر در جنین دمیده میشه. پیغمبر علیه السلام در کدام لابراتوار را دیده بود؟ قرآن وقتی که میگه که ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك، و در سوره چی انشاءالله میخوانیم؟ سوره مؤمنون مکمل میخوانیم که اول نطفه میباشه، باز علقه میشه، باز مضغه میشه، باز گوشت دمیده میشه، باز پوستش جور میشه، استخوانایش اول تشکیل میشه. این کل هزیره ساینس امروز میگه، اما قرآن 1,500 سال پیش میگه. پس وقت تکنولوژی کجا بود؟ لابراتوار کجا بود؟ کی کجا بود؟ قرآن وقت بیان میکنه. پس جوانای عزیزم، خواهرای بیادرای عزیزم، بهترین چیزی که امروز تو میتونی از مکتب قرآن دفاع بکنی اعجاز علمی قرآن هست، اعجاز بلاغی قرآن هست، اعجاز ساینسی قرآن هست، اعجاز طبی قرآن هست. به این خاطر دایی کمک ما ترکیز کردم. در مورد یعقوب علیه السلام قرآن دو جمعه میگه و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. نمیگه که چشم یعقوب علیه السلام کور شد، میگه و بیضت عیناه من الحزن، چشمایش سفید گشت از غم یوسف بچش. نمیگه که کور شد، به خاطر که اگر کور شوه امو ماده سیاهی چشم از بین برد دیگه و تداوی نداره، جور نمیشه. اما زمان میشه که چشم ظاهرا وقتی که سکته مغزی میکنه یا فشار بلند پیدا میکنه، حالا که طب میگه چشمم خیره شد به خاطر سکته مغزی کرده یا به خاطر بعض تکلیفای فشار عصبی بلند رفته، چشم خیره میشه، خراب میشه. خراب به این معنی نه که اخلاقش خراب شده، به این معنی خرابش که چشمش ضعیف میشه. پس به تداوی چی میشه؟ امکان جور شدنش هست. اونجا یعقوب هم میگه که در موردش قرآن میگه و بیضت عیناه، چشمایش سفید گشت، یعنی بعد از که از غم یوسف خلاص شد پس یعقوب بینا شد. یعقوب علیه السلام باز در مصر کامت کور نبود دیگه. وقتی که جامعه یوسف وقت رفت روش انداخت و بینا شد، چشمای بینا پیدا کرد. طب امروز میگه که هر وقت که اگر چشم بیت یک مشکل پیدا شود امکان تداویش هست. قرآن نگفت که کور شده بود، قرآن گفت چشمش سفید شد. پس به این خاطر که بحثایی که انشاءالله مختصر الله توان بده در اعجاز علمی قرآن کریم بیان میشه، دو زیاد ترکیز داشته باشین و یاد بگیرین. این مباحث مقدماتی 10 گانه‌ای بود که هر علم از این خالی نیست. در اخیر باز یک بار همون شعر تکرار میکنم، بعد از او دیگه بحث دیگر را میگیریم که از مقدمه 10 گانه خلاص شدیم الحمدلله. ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمره ونسبة وفضله والواضع، الاسم والاستمداد وحكم الشارع، ومسائل
والبعض بالبعض اکتفا ومن در الجمیع حاز الشرفا. اینی 10 قضیه بود که الحمدلله ثم الحمدلله الله اکبر خلاص شد. بعد از اینکه از شناخت قرآن و علوم القرآن دی مبادی 10 گانه خلاص شدیم، مطلب دیگه یا بحث دیگه را که میگیریم وحی هست. وحی به خاطر که قرآن که ثابت شد به چی اساس ثابت شد؟ به وحی ثابت شد. تعریف قرآن و مباحث متعلق به قرآن شناختیم و این قرآن عبارت از همون وحی الهی است که الله متعال بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده آمده. پس سوالی است که حاجت انسان ها به وحی چی بود؟ حاجت و ضرورت مردم به وحی چی بود است و چیست؟ جواب البته جواب مختصر است که مردم به وحی بیشتر از غذا ضرورت دارند. امی قسم که تشنه میشیم آب می نوشیم، گرسنه میشیم نان میخوریم، بالاخره جوان میشه، قوای شهوانیش بیشتر میشه، با مو اشباع غریزی خود ضرورت پیدا میکنه. از این بیشتر و بیشتر و بیشتر وجود انسانها در عموم به وحی ضرورت دارند، نیاز داشتن. انسانها بنان و آب و هوا زندگی 4 روز دنیایی خود را پیش میبرند، اما وحی هم حیات طیبه و کامیابی در دنیا ایشان برمیگرده از همین وحی، و هم زندگی آخرت مستقیما با وحی تعلق داره. کسب جنت، رضای الله متعال، کسب رضای الله، امی قسم خوشنودی الله، فوز آخرت، به هیچ چیز دیگه امکان پذیر نیست جز به وحی. جز به وحی. چرا؟ به خاطر از اینکه دلایل هست. الله عزوجل خلقت انسان را از 2 عنصر پیدا کرده. 2 عنصر حاوی یا در بردارنده خلقت انسان هست. یکیش روح هست، یکیش جسم. یکیش روح هست، یکی جسم. روح را الله نسبتش به خود میکنه و میگه که و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ما از روح خود دمیدم، پس افتیدن ملائکه سجده کنان به آدم علیه السلام. ماده دیگیش جسم هست و جسم انسان پیدا شده از خاک. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من تراب من نفس واحده. از خاک پیدا کرد انسان را الله عزوجل. پس جسم انسان از خاک هست. هرگاه که جسم انسان از خاک هست، تغذیه از این هم از زمین میشه دیگه. تغذیهش هم از چیزهایی میشه که از خاک بیرون میشه. میوه‌جات، غلجات، سبزیجات، دانه‌باب، همش از کجاست؟ از زمین بالا میشه. گندم است، جو است، جواری هست، برنج هست، دیگه است. حتی گوشت و پروتئین چیزی که ما میگیریم، همون حیوانات هم ماده خلقت جسمیشان خاک هست. از خاک بیرون شدن اولش. اگر گوسفند هست، اگر گاو است. و تغذیه هم که میشه از چیزای استفاده میکنن که از زمین، از خاک بیرون شده. سعید از خاک هست. پس عنصر جسمی انسان تغذیهش از زمین هست. خوی را هم الله برات گفته توسط وحی که چی را باید بخوری، چی را باید نخوری. چی داره به خاطر تغذیه
از این بدنت استفاده بکنی و از چی چیزها باید خودداری بکنی. و هم وحی برات گفتم. عنصر دیگهش روح است. روح گفتیم که الله نسبتش به خود کرده و نفخت فیه من روحی، ما دمیدم در جسد و کالبود انسان که از خاک آفریده شد از روح خود، از روح ما دمیدم. این از آسمان آمد روح دمیده شد. مثل که در خلقت عیسی علیه السلام در حالت بی مریم قرآن بر ما میگه که آمد ملک و نفخ فیه و دمید دایش روح، دمید دایش روح. پس هرگاه که تغذیه فرق پیدا بکنه، گدوت شوه، در اونجاست که هلاکت صورت میگیره. هلاکت صورت میگیره. وقتی که ما به دکتر رفتیم برای ما پیچکاری میته یا امپول میته. بعضی پیچکاری هست که باید درک شوه و بعضش در چی شوه؟ در گوشت شوه. پیچکاری که در گوشت میشه مثلا مثل پنسیلین و یا هم پیچکاری هایی که چرب هست، اگر او درک شوه دفعتا میکشه، خوره غلیظ میسازه. برای دکتر میگه او شد باشه که پیچکاری گوشت اسیر درک نکنه. سیروم تو بگی در گوشت تیر کو درک هست، در گوشت نمیشه. یا بی قسم چیزای دیگه. پس اونجا هر کدام از خود امو دوز یا کورس خاص خود را داره. نوع علاج هر چیز خاص است، معلوم دار هست. در اینجا ماده خلقت ما هم که یکی روح هست که جسم هست، باردوش غذا تعیین شده. جسم ما گفتیم وقتی که تشنه میشیم آب میخوریم، مینوشیم، گرسنه میشیم نان میخوریم، همه چیز از زمین است که استفاده شده. خب فکر ما باشه که هر وقت که غذای روح را باز از این خاک به عقل خود به ذهن خود جور کردیم، باز روح هلاک شده، روح باز از بین میره. پس غذای روح آسمانی هست. غذای روح چی هست؟ آسمانی هست. آسمانی به چی معنا؟ که وحی هست. غذای روح وحی تعیین میکنه. الله توسط ملک و پیغمبرش خبر میده که روحت که گرسنه میشه ایمانت به این جور میشه، عقیدت به این جور میشه، این از این چیزها پرهیز هستی، از کفر، از شرک، از نفاق، از چی و چی پرهیز هستی، اوشکو به این نزدیک نشی. در قدم اول عقیدت باید سالم باشه، توحید باید بدانی، بعد از او عمل درست باشه، ایمان درست باشه و اینی چیزهایی است که تو را به جنت میرسانه. هم گفته بکو و هم گفته نکو، مثل که دیروز گفتیم. پس اینمی با وحی ثابت میشه. وحی غذای روح است. وحی غذای روح است. هر وقتی که ما با وحی چیز دیگه به خود دادیم، چیز دیگه دادیم، اموز که خرابش کردیم. در وسط وحی نه بخوایم که این روح را قوانینش توسط قوانین بشر بخوایم این را درست بکنیم، وحی را خراب کردیم. ببخشید روح را خراب کردیم. روح ما کشتیم، قلب کشتیم. و وقتی که اگر روح نباشه باز جسد خراب میشه، جسد از بین میره. جسم انسان بدون روح زنده نیست، هیچ حیثیت نداره. یک کسی دستش خدا نخواسته فلج شوه، دست است ولی خودش بالا کرده نمیتونه به خاطر که روح نداره دیگه. او دست چی به درد میخوره؟ اگر قطع باشه، اگر باشه. چشم داره کور هست نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، کار نمیته، چی فایده؟ پس در جسم اگر روح نبود، زنده نبود، او جسم باز کالبوت هیچ است. او جسم را باز ببینه که زود میگه که دفنش کو، که جسم به خاطر که روح نداره امکان داره وقتی کسی میمیره وفات میشه خراب شوه. بهترین دوستش هم است که زود تو را چی کنه؟ دفن بکنه. به خاطر که اون زیر زمین پرده از را میکنه، ورنه اگر بانه بویش میگیره، تعفن میگیره، به خاطر که روح نداره. جسد بدون روح خراب میشه، از بین میره، زندگی نداره.
پس در اینجا جسد انسان یا جسم انسان از دو عنصر هست، یکی وحی، یکی روح و یکی هم جسم. جسم از خاک هست و روح از وحی از آسمان هست. پس به این خاطر که ما این دو عنصر را درست بفهمیم، خاصتا عنصر وحی را که روح را تغذیه میکنه، لازم است که ما درست این را خوب بفهمیم. قرآن میگه که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، آیه 29 سوره حجر. غذای هر دو مکمل معلوم هست، غذای یکی را به دیگه‌اش داده نمیده. قرآن کریم میگه که و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، سوره زخرف آیه 36. هر که زندگی کرد و من یعش روگردان شد از ذکر رحمان، از وحی الهی روح خدا کشت، نقید له شیطانا، ما برازی هم کیش می سازیم، قرین می سازیم برازی شیطان را. نقید له شیطانا فهو له قرین، پسی برش نزدیک می باشه. هر کسی که از یاد خدا غافل شود، روگردان شود، الله شیطان را مأمور می سازه. میگه ما نقید له قرین، ما شیطان را به او مقرر می سازیم، مأمور می سازیم. و ای تو شیطانی که همدم به او بر می گرده تا ایکی را گمراه بسازه و ایرا از بین ببره. ومن یعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما، سوره طه آیه 124 میگه هر کسی که رو گردان شد از ذکر ما، از وحی ما، الله میگه که فإن له معیشة ضنکا، یقینا برازی است زندگی ضنک، تنگ، بسیار زندگی سخت ایرا گرفتار خواهد کرده و زندگی سخت خواهد داشت، چون که نه به قسمت و نصیب خدای قانع میشه و نه هم تسلیم به قضا و قدر الهی میشه، نه قناعت داره و در روز رستاخیز هم ای باز کور میخیزه. قال رب لما حشرتنی اعما و قد كنت بصیرا، آیت بعدیش میگه یا الله مرا کور بیرون کردی و قد كنت بصیرا، من خود زندگی در دنیا چی بودم؟ چشم داشتم، خوب میدیدم. قال رب لما حشرتنی اعما و قد كنت بصیرا. پس وقتی که مقدمه را گذاشتیم در اهمیت وحی، پس میگیم که وحی در لغت چی هست؟ در قرآن با کدام معانی آمده؟ با کدام معانی اطلاق شده؟ و وحی که بالای پیغمبران علیهم السلام صورت میگیرد چند نوع است؟ و بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن نازل شده با کدام نوع از انواع وحی صورت گرفته؟ وحی در لغت عبارت از ارتباط بین دو کس یا دو شخص به طور سریع و پنهان را میگن. وحی در لغت عبارت از ارتباط بین دو کس به طور سریع، زود و پنهان را میگن. از این جهت گفتگویی که دو نفر گوش دا گوش میگن یا زیر لبی میگن، پس 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 میکنن، یا در سر امتحان استاد میگه که او بچه پس پس نکن، او به اون گوش گوش بخواه که نقل و یکی دیگه برسانه، استاد میگه پس پس نکن. و هم در لغت وحی هست. و نقل مفهوم به کنایه، این هم وحی میگه. ایجاد ارتباط با طرف مقابل با واسطه اشاره، رمز که چشم باشه، دست باشه، اشاره دیگه باشه، با کلا اشاره میکنه طرفش، همه از این وحی گفته میشه. و در قرآن کریم وحی به معانی مختلف آمده و در همه از او اینمی مفهومه که ارتباط بین دو کس به طور سریع و مخفی و پنهان باشه، این معنی در هر کدام از او دیده میشه و حس میشه.
وحی به معنی لغوی آن معنی زیل را شامل میشه. یعنی مراد ما است که در قرآن وحی به چند معنی لغوی استعمال شده. در قرآن وحی به کدام معانی لغوی استعمال شده؟ اول الهام فطری. الهام وحی شرعی نیست، به معنی شرعی نیست، به معنی الهام هست. مثل و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، قرآن کریم میگه سوره قصص آیه 7. ما با مادر موسی علیه السلام وحی کردیم ان ارضعیه، که موسی را شیر بده. موسی را شیر بده. آلی وحی شرعی نیست. هیچ کس قول نکرده از علما که بگویه مادر موسی علیه السلام پیغمبر بود. کسی گفته؟ هیچ کسی نگفته. هیچ کسی به این قول نکرده. اما قرآن میگه که اوحینا، ما وحی کردیم. الله میگه پس اینجا مراد از وحی الهام فطری هست، الهام خلقی هست که الله در قلب مادر موسی علیه السلام انداخت که برو موسی را شیر بده. موسی را شیر بده. علی قسم دمی الهام فطری و غریزی یعنی الهام خلقی، وحی خلقی. به زنبور عسل الله عزوجل از او خطاب میکنه و از او حکایت میکنه و میگه که و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. و وحی کرد پروردگار الی النحل، به زنبور عسل. چی گفت؟ اتو گفت که ان اتخذی، ای که بگیر یک من الجبال، از کوها به خود خانه جور کن، بیوتن خانه ها، و من الشجر، و دیگه به درخت ها زندگی بکن، و مما یعرشون، دیگه به مو صندوقایی که مردم برتان جور میکنه دو زندگی بکنیم. زنبور عسل دمی سه چیز زندگی داره. یا در کوها به خود جور میکنه که ما به نام عسل کوهی داریم، یک قسم در بازار که بریم به نام، دروغ میگن زیادش، ولی یک نوع عسل کوهی است، یا عسل جنگلی که میگن، یا عسل درختی که هست. در درخت زنبور گرفته خانه جور کرده، بعد از او از اون میرن عسلش میگیرن. و یا هم خانه های است که مردم برشان از صندوق ها جور کرده. ثم کلی من الثمرات، باز از این میوه ها خوب بخورین. خوب فکرتان باشه که از چیزهای خراب نخورین. پس اینجا هیچ کسی نیست که باید که زنبور عسل پیغمبر است، نبی هست. اما لفظ وحی استعمال شده و اوحى ربک. سوره نحل آیه 58 بود. دومش اگر ایره دوم بگیریم به 5 معنا، اگر ایره سوم بگیریم به 6 معنا. غریزی و فطری را یا الهام فطری را هر دو مده یکی آورده بودم. اشاره هست، به معنی اشاره، مثل که در مورد زکریا علیه السلام موقعی که از محراب خارج شد و به قوم خود اشاره کرد، الله عزوجل میگه که فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا. سوره مریم آیه 11. هیچ تصور نمیشه که کسی علیه بالله با زکریا علیه السلام نسبت خدایی را بده و با امتش نسبت پیغمبری را بگوید که این وحی کرد به مردمش. نه، خود زکریا علیه السلام پیغمبر بود، شوهر خاله مریم علیه السلام هست که پس آن میخوانیم انشاءالله در تفسیر میبرم. اشاره کرد به مردم، فاوحى الیهم، پس اشاره کرد زکریا به قومش ان سبحوا، که تسبیح بگویند، بکرة و عشیا،
هم صبح و هم بیگاه، هم صبح و هم بیگاه. پس اشاره در اینجا مراد وحی شده، خو از او اشاره گرفته میشه. 3. وسوسه شیطان. در لغتی هم وحی میاد. الله عز وجل میگه که و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. تنها به پیغمبرم در زمانش نمیگه علیه السلام، خب ما هم شامل میشه تا قیامت. و این الشیاطین، یقینا شیاطین، لیوحون. اینجا چه قسم وحی بگیریم؟ اگر وحی را علیه بالله به معنی شرعیش بگیریم که پیشتر گفتم که علوم القرآن چقدر به ما ضرور هست. اینمی لغات کلش علوم القرآن برای ما میگه، به این خاطر فن اصول تفسیر ضرور هست، مقدمه ضرور هست. شیاطین لیوحون، پس وحی میکنن الی اولیائهم، به دوستایشان. نه، پس اینجا لیوحون علما به این خاطر ایره ترجمه میکنن لیوسوسون، وسوسه میندازن دیگه. ضد وحی وسوسه هست و یکی از معانی لغوی وحی وسوسه هست که امو پیش که در معنی خود لغویش گفتیم که اشاره سریع یا رساندن سخن به طور پنهان، گوش به گوش، به طور سریع و پنهان گفتیم وحی میگه در لغت. پس امی شیاطین هم وسوسه میکنه، وسوسه میندازه با کی؟ با دوستایش. دوستایش از کی؟ از انسانها در لباس انسان، اصلا شیطان. شیطانهای انسی ما که میگن که خطرناکتر است از شیطانهای جندی کرده. شیطان دیگر خو ما نمیبینیم و اگر به او چیره منحوسش ببینیم هرگز فریبش نمیخوریم. توسط اینمی دوستای انسیش میخواه که انسانها را فریب بده. لیوحون لیوسوسون، خامخا وسوسه مندازن شیاطین الی اولیائهم، به دوستایشان از انسانها، لیجادلوکم، تا که همراه شما در هر وقت مجادله بکنه. اما اگر فکرتان باشه پیشتر که در فواید دانستن علوم القرآن یکیش گفتیم که دفاع از چی هست؟ از قرآن هست. پس اونجا نضر ابن حارث هم که بود، ابو جهل هم که بود، عتبه و شیبه هم که بود، ولید ابن مغیره هم که بود، اونا وسوسه از کی میگرفتن؟ از شیطان میگرفتن که میگفت که قالوا هذا اساطیر الاولین، ان هذا الا سحر مبین، ما هذا الا قول البشر. این کل گپارا که میگفت در زبان ازواج توی قدر دلائل جور میشد. وسوسه های شیطانی بود که وسوسه میکرد به می دوستای انسی خود، لیجادلوکم. در این وقت هم از کال را گفته مثل کریم سروش برش وسوسه میکنه شیطان، این کل دلائل برش یاد میتد، لیجادلوکم، تا که همراه شما مجادله بکنه ولی هرگز پیروز نمیشن. خب نشدن و نه هم میشن و نه هم خواهند شد انشاءالله العزیز. 4. ارتباط الله با فرشتگان، با ملائکه. این هم از معانی وحی هست. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، سوره انفال آیه 12. یاد کنین وقت را که وحی کرد پروردگارت به ملائکه در جنگ بدر، انی معکم، برین شما این ملائکه به نفع به دفاع از مسلمان ها اقدام بکنین، جنگ بکنین. انی معکم، هیچ وقت گمان نکنین که شما شکست میخورین، به خاطر که الله میگه ما همراهتان هستم. انی معکم، ما همراه شما هستم. پس اینجا ارتباط الله عز و جل همراه با ملائکه هم چی گفته شده؟ وحی گفته شده. 5. ارتباط الله عز و جل با پیغمبرا،
ارتباط الله لا یزال با پیامبران علیهم السلام. الله عز وجل میگه که انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. سوره نساء آیه 163. اینجا الله عز وجل ارتباط خود را میگه امرای پیامبراش. انا اوحینا الیک، یقینا ما وحی کردیم به تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مثل چی؟ کما اوحینا، قسمی که ما وحی کردیم الی نوح، به نوح علیه السلام، و النبیین من بعده، و دیگه پیغمبران علیهم السلام بعد از نوح علیه السلام. و اوحینا از امثال از یاد میکنه، از مثالها ما وحی کردیم به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و به اولادش، به نواسه هایشان که پیغمبران بودن، و به عیسی و به ایوب و به یونس و به هارون و به سلیمان علیه السلام، و ما دادیم به داود علیه السلام زبور را. پس اینجا ارتباط الله امرای ملائکه هم چی شده؟ وحی گفته شده که معنی پنجم هست. اگر اونو دوم سیوم فرق بکنیم، دوم دو تا بگیریم، بازی ششم میآید، ورنه ای پنجم هست. مناو القطان در کتابش به 5 معنا گرفته، اکثر دیگه هم 5 تا گرفتن. یک تعداد علمای معاصر 6 تا گرفتن. کنجا همه قدر فرق میکنه که یکی وحی به مادر موسی علیه السلام جدا کردن و وحی به زنبور عسل جدا گرفتن. یکی را به نام فطری، الهام فطری گرفتن که به مادر موسی علیه السلام هست، یکی را به نام الهام غریزی گرفتن به غیر انسان ها، به زنبور عسل و امثالش. درست؟ یا به 5 معنا و یا هم به 6 معنا در قرآن استعمال شده. هر 5 از این در قرآن ذکر شده. پس معنی شرعی وحی چیست؟ باز اینجا گفتیم که معنی اصطلاحی نگفتیم. معنی چی گفتیم؟ شرعی گفتیم، به خاطر که کلمه وحی در کجا ذکر شد؟ در قرآن آمده. مقصد از وحی در اصطلاح شرع چیست؟ عبارت از ارتباط الله با پیامبران خدا هست، با واسطه یا بدون واسطه. وحی در شریعت اسلامی عبارت از ارتباط الله لا یزال هست با پیامبرایش علیهم السلام، یا با واسطه توسط ملک و یا هم بدون واسطه مثل موسی علیه السلام، مثل رفتن پیغمبر علیه السلام در معراج. و اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، که در اوجه انشاءالله قصهش مکمل بر ما میاد. با عباره دیگر مثل که الحمدلله، مثل که علما گفتن وحی عبارت است کلام الله منان هست که بر یکی از پیامبران علیهم السلام نازل نموده است. پس دلت که تعریف اول و یا هم تعریف دوم شرعی وحی را یاد گرفتی، هر دو یک معنا دارند. وحی الله به فرشتگان یا به ملائکه چه قسم بود؟ چگونگی وحی الله به فرشته ها، به ملائکه چی نوع بود؟ چه قسم بود؟ قرآن کریم ذکر میکنه الله عزوجل به طریقه محاوره یا وحی کردن با فرشته ها ارتباط برقرار کرده. مثل که در قرآن کریم وارد شده الله عزوجل به طریق محاوره، صحبت و یا هم وحی کردن فرشته ها ارتباط برقرار میکنه. میبینیم که قرآن کریم از محاوره با ملائکه، از محاوره یعنی مکالمه الله بدون واسطه، امرای ملائکه خود گپ میزنه. مثل که در خلقت آدم علیه السلام در پاره اول سوره بقره بر ما میگه که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه،
یاد کنین وقتی را که گفت پروردگارت به ملائکه اینی جاعل، اینی خالق، ما پیدا کننده هستم در زمین خلیفه، جانشین، کسی که احکام الهی را در زمین تطبیق بکنه، کسی که از طرف الله قانون الله را در زمین پیاده میکنه، یعنی انسان. قالو گفتن ملائکه اتجعل، آیا تو خلیفه میگردانی در زمین، من یفسد فیها، کسایی را که فساد میکنن در زمین، مثل که جنیات بود فساد کردن، چون قیاس ملائکه بود. خواه معنی که ملائکه علم غیب نداشت و نداره، اینجا فقط قیاس کردن که باز در وقتش انشاءالله مکمل بحث میکنیم. و یسفک الدماء، و خونهای یکی دیگر را میریزانن، مثل که جنیات ریختان و یک قوه شهوانی برشان بیتی، خواه اینا باز خون یکی دیگر را میریزانن. ولی ما که هستیم مستحق هستیم، اشارتان میگه و نحن، ما که هستیم نسبح بحمدک، ما تو را تسبیح میگیم، با پاکی تو یادت میکنیم، و نقدس لک، حمد و ثنای تو را میگیم، و نقدس لک، ما تو را با پاکی یاد میکنیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون، الله گفت چوب باشین، جایتون بشناسین، چیزی را که من میفهمم شما نمیفهمین، چیزی را که من میفهمم شما نمیفهمین. این حکمت ما است که من میخوایم انسانها را در زمین پیدا بکنم، خلیفه بگردانم. پس اینجا الله عز و جل امرای ملائکه محاوره کرده، مکالمه کرده، و این هم نوع وحی و یا هم ارتباطی الله عز و جل امرای ملائکه هست بدون واسطه. جای دیگه برای ما میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. پیشتر هم آیت تیر کردیم، سوره انفال آیه 12. سألقی زود است که ما بندازم، الله میگه فی قلوب الذین کفروا، در قلبهای کسانانی که کافر شدن، الرعب، ترس بندازم. ای ملائکه شما نگوین که مسلمانات چقدر کم است و کفار چقدر زیاد است، نه، شما برین، گفت که انی معکم، ما امرای شما هستم. چی کنین؟ شما وظیفه دارین، فضربوا، پس بزنین کفارا، فوق الاعناق، گردنایشان را بزنین، و نشانه شما در قتل کشتن امی کافرها ای باشه که واضربوا منهم كل بنان، انگشتایشان را قطع کنین. پس در جنگ بدر از کافرایی که سر زده شده بودن و انگشتایشان قطع شده بود در جنگ، معلوم میشد که ملائکه از بین برده، چون فیصله الله، حکم الله به ملائکه همی بود که شما برین اونا را بکشین به قسمی که نشانه باشه که هم سرشان بزنین و هم انگشتایشان قطع بکنین. امی قسم انواع ارتباط الله با پیغمبران خیلی چه قسم هست. ایخو انواع ارتباط الله عزوجل امرای ملائکه هست که یا با واسطه بود و یا هم بدون واسطه که محاوره میکرد، و یا هم مثل که در خلقت آدم علیه السلام، و یا هم با واسطه، یعنی جبرائیل آمد به ملائکه گفت، ملائکه که آمد در جنگ بدر برشان گفت که الله میگه که بزنین فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، یا الله عزوجل توسط جبرائیل به دیگه ملائکه خبر داد کی کارا بکنین. و یا هم امی قسم الله لا یزال خبر میته با ملائکه که به این قسم و به این صورت شما خواه امرای انسان ها در این عرصه ها کمک بکنین. در این عرصه ها یا ملک الموت را کروان میکنه. ملک الموت یکی هست که از او تعبیر به اسرائیل میگن و غلط است، انشاءالله در جایش باز خواهد گفتیم، روز بعدی آمد یا در ترجمه آمد برای ما. پس اینجا مراد از ملک الموت که او باز توسط الله و الله بالاخره همی قسم ملائکه دیگه، ملک الموت دیگه ملائکه و دیگه لشکر خدا میگه که برو روح فلان را بگیرین، یا ملائکه رحمت میگه از مسلمان ها و یا هم ملائکه عذاب را میگه از کفار، که الله عزوجل ما را انشاءالله العزیز در جمله مؤمنین قرار بده و روح ما را آسان میگیره. این بود درس امروز ما که روز اولتان از خسته نشین انشاءالله العزیز، و مباحث زیاده از علوم القرآن خواندیم. بعد از اینکه
الله عزوجل امرای پیغمبرا با چه قسم تماس میگیره، امرای پیغمبر علیه السلام چه قسم تماس گرفت، امرای موسی علیه السلام چه قسم تماس گرفت، وحی به کدام اقسام از قرآن ثابت شده. انشالله بحثای مفصلی هست که فردا خواد خواندیم و کوشش میکنیم که انشالله ساعت 8:30 وقتتر نیاییم. درست؟ سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.